2022 was very successful with a great achievements for Tajikistan MMA Federation, because recently in Serbia, in Belgrade, we received the best awards of International Mixed Martial Arts Federation. It means we became the best federation of the year between the more than 16 federations of the world, and as well as we received the award for the best Cutman, the best anti-doping federation, and the best knockout of the year. Now, today in Tajikistan, in ÇAMÖBASTI city, we are celebrating the Tajikistan MMA Awards. It means today we are going to appreciate the people, the personalities who contributed for the achievements of Tajikistan MMA Federation. It means we will give the awards to the best coach, best athletes, best referees, and all the best personalities who did a great job for the achievements of our lovely federation. یعنی معرفی شایسته‌تری ورزشی کشورمان عرصه بین‌المللی تلاش می‌ورزند برای کامیابی موفقیت را بنا می‌کنند. روی خودش از نام بلند خودش دفاع کند معرفی نماید. من در این راه به همه شما چیزی که جامون در سربیا ما احساس کردیم که دولت‌های همسایه علالخصوص ازبکستان، قزاقستان و دیگر دولت‌ها علاقه می‌خواهند از تاجیکستان بالا شوند و البته این یک تکرار می‌کنم مسئولیت بعدین از برای فدراسیون و وزیر گرامی هم شما رو ما باور می‌کنیم که چیزی از دست ما می‌آید، ما حرکت می‌کنیم که در آینده نیست در جهان فدراسیون مغربای ОМЕХТА تاجیکستان در سطح پیش باشد و ورزشگران ما از نوجوانان جوانان تا کلانسالان توانند در سطح بهتری در جهان خود را معرفی کنند. هدف از این جمعیت این بود که ما باید بهترین ورزشگران، بهترین استادان و دیگران رو مقصد بهترین سال رو انتخاب کرده با آنها توفیق‌گذاری کنیم و میانه‌داری خود رو بیان کنیم. البته این چهاره‌بینی در یک سطح بلند گذشت، همه شما شاهد بودید. روز تا روز این نمود ورزش در جمهوری ما در تمام جهان رشد زیاد یافته ایستاده است. البته در کشور ما هم این ورزش به یک سرعت کلان مشهور شده ایستاده است. ورزشگرانی که عین حال در چیز کسبی برآمد میکنند، ما البته میخواهیم که بعد از رفتن ما ورزشگران جوان آمده در جایهای ما نمایان اشغال کنند و چیزهای ما را دوام دهند، مقصد راه ما را دوام دهند. البته هدف همین است که باید ما امروز ورزشگران جوان را تربیت کنیم که بعد از رفتن ما آنها نامبردار و پرچمبردار وطن عزیزمون باشد. البته نقشه ها عین حال یگان نقشه نداریم، به خاطر که بعد از
баъд аз рамазон нақшаҳоро муайян мекунем.